با حذف رهبر معظم انقلاب اسلامی می توانند روح یک ملت را زخمی کنند، اما دشمن آخرین تیر خود را هم رها کرد. آنها تصور داشتند با حذف رهبر معظم انقلاب اسلامی می توانند روح یک ملت را زخمی کنند، اما نفهمیدند که خون ریخته شده خاک این سرزمین را حاصل خیزتر می کند و نهالهای بیشتری از مقاومت در آن خواهد رویید. ترور برای آنان نشانه قدرت نبود، اعتراف به ضعف بود. آنها دست به ترور زدند چون دیگر هیچ راهی برای ایستادن در برابر عظمت ایران تحت رهبری مقتدایمان نداشتند. دشمن با ترور و خشونت آمد و گمان کرد می تواند اراده یک ملت را هدف بگیرد، اما آنان که تاریخ ایران را نمی شناسند باید بدانند با هدف قرار دادن مقتدای ما نمی توان آرمان یک ملت که برخاسته از رهنمودهای اوست را هدف قرار داد. این ملت بارها از آتش برخاسته، بارها شهید داده و هر بار محکمتر ایستاده است. دشمن شوم و خبیث درمانده است، زیرا می‌بیند در برابر ایستادگی شما هیچ سلاحی کارگر نیست. امروز ما به دشمن میگوییم شما یک تن را هدف گرفتید، اما در برابر شما میلیون‌ها نفر ایستادند. بدانید ایران شاید زخمی شود، اما هرگز زانو نمیزند. دشمنان این ملت به ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم منحوس صهیونیستی را با قدرت، صلابت و حمایت مردم شریف پشیمان خواهیم کرد و راه آن رهبر حکیم و مقتدر را تا آخرین قطره خون و تسلیم دشمنان ادامه خواهیم داد. Saudara, kecepatan informasi dan akurasi data adalah komitmen kami. Satu langkah lebih dekat, satu langkah lebih terpercaya. Saksikan Sapa Indonesia Malam di Kompas TV Channel 11 di televisi Anda.